افتخار میگم من دانشگاه نرفتم. تو اوج روزایی که همه فریاد میزدن دانشگاه نری، کسی بهت کار نمیده، نمیتونی ازدواج موفقی داشته باشی، اصلا کسی آدم حسابت نمیکنه، پول نمیتونی در بیاری، تو اون روزا من دانشگاه نرفتم. من الان آدم بازارم، الان که انرژی دارم، الان که جوونم و مغزم تو اوج فعالیت خودشه، نیاز ندارم درس بخونم. برای پول در آوردن دیر میشه ولی برای درس خوندن نه. راستش با دیدن این ویدیو یاد دوران کرونا افتادم که یه سری با افتخار می‌بینم گفتن ما ماسک نمیزنیم و کوتاه نمیایم و اینا. جالبه که در جواب این دوست عزیزمون این نکته رو بگم که این موضوع به صورت علمی اثبات شده توی تحقیقات که سطح درآمد بالاتر با سطح تحصیلات بالاتر یک ارتباط کاملا مستقیم داره. حالا اینا رو بذاریم کنار. مخاطب من توی هستی که یا کنکوری هستی یا حالا کنکور قرار سالهای آینده داشته باشی. ببین عزیز من، جایگاه اجتماعی، اعتماد به نفس و پرستیژی که یک شخص تحصیل کننده حالا یا به عنوان مهندس، وکیل، مترجم، مدرس و حالا باقی مشاغل داره رو هیچ وقت تو نمیتونی با چیزهای دیگه به دست بیاری. این چیزیه که واقعا اگر یکم توجه کنیم توی اطرافیانه، توی آدم‌های تحصیل کرده می‌بینی. گول این حرفا رو نخور و اگر که واقعا دوست داری توی یک جایگاه شخص تحصیل کرده قرار بگیری و اون اعتماد به نفس رو داشته باشی، اصلاً به هدفت چک نکن.